سالهای سال، شاید حتی قبل از این که بتونیم علم رو به صورت مدون داشته باشیم، بشریت ژن‌ها رو دستکاری میکرد، البته بدون دانش کامل. شما قاطر رو میبینید. قاطر چیه؟ امتزاج ژنتیکی است بین دو چارپا. بنابراین امتزاج ژنتیکی یک کار بسیار مرسومه، حتی بشر بدون دانش فعلی این کار رو انجام میداد. بسیار از گلها، گیاهان، رنگ‌های مختلف چه اتفاقی رخ میده؟ گرده یک گیاه رو برای مادگی گیاه دیگه میپاشن. خب خیلی از وقتها این انتقال ژنتیکی نتایج مطلوب نمیده. یعنی انتظار دارن گیاهی در بیاد دانه‌های درشت، مثلا با دانه روغنی پر. برعکس میشه، میزان محصول کم میشه، دانه روغنیش هم کیفیت خوب نداره. خب طبیعتاً کنار گذاشته میشه. اما تقریباً تمامی دستاوردهای بشر در زمین، تقریباً عرض میکنم، در زمینه کشاورزی ناشی از همین انتقال ژن هست. اما نه یک انتقال یک ژن به یک موجود، انتقال کلیه ژنوم. اگر توجه کنید، کلیه ژنوم یک میکروارگانیسم، یک موجود به یک موجود دیگه. اگر نگرانی از انتقال یک ژن به یک موجود وجود داره، وقتی شما هزاران هزار ژن رو وارد میکنید در محیط جدید قرار میدید، به طور حد نگران کننده تر خواهد بود. اما بشر برای این نگرانی هم جواب داره. ویژگی های فنوتیپی رو آنالیز میکنن. آیا این انتقال ژن ها به طور کامل و درست صورت گرفته؟ آیا نتیجه مطلوب و مثبت داشته یا نه؟ همون مسیری که بریدینگ طی میکنه، همون مسیر رو میتونه به تکنولوژی نوین هم طی کنه. اصلا هیچ چیز جدیدی نیست. البته یه نکات جدیدی در این زمینه به وجود اومده. بله، میگن همیشه بین گونه ها یا جنس های مشابه انتقال ژن صورت میگرفت که خیلی شبیه هم بودن، درسته؟ و حالا میگن شما این توانایی به دست آوردید از یک ارگانیسمی که کاملا دوره، یک ژن رو وارد ارگانیسم میکنید که اصلا باهاش قرابت نداره. این نکته به نظر من کاملا قابل بررسی است. باید با توجه به این پیشرفت نکات ایمنی لازم رو هم در موردش لحاظ کرد. و الا انتقال ژن هیچ چیز جدیدی نیست، بلکه نگاه و روشش متفاوت شده.